در این ویدیو با هنرمنده عزیز هموطنمون آشنا میشیم که سالهای پایانی عمرشون رو در ایران نبودن و متاسفانه در خاک کشورشون آرام نگرفتن. درسته که همیشه یاد و خاطره قشنگشون توی دلهامون هست، اما حسرت به سر مزارشون رفتن همیشه ته دلمون باقی میمونه. تا پایان این ویدیو همراهمون باشین و اگه اولین بار ویدیو کانال کدوم فیلم رو میبینین لطفاً از پایین همین ویدیو در کانالمون عضو شین و با لایک و کامنت هاتون ازمون حمایت کنین. معصومه دده‌بالا که با نام هایده شناخته میشد، یکی از بهترین و خوش‌آوازترین خواننده های زن ایرانی بود. ایشون متولد 21 فروردین سال 1321 در تهران بودند. هایده آواز خوندن رو با گوش دادن به رادیو و تلویزیون و آثار دیگر بانوی خواننده خوش صدا بانو دلکش آغاز کرد و در طول 2 دهه فعالیتش بیش از 200 ترانه منتشر کرد. او در سال 61 به لس آنجلس مهاجرت کرد و در دهه پایانی زندگیش از مشکلات روحی و جسمانی و بیماری دیابت و فشار خون بالا رنج می‌برد. متاسفانه یک روز پس از اجرای کنسرتی در کالیفرنیا در تاریخ 30 دی ماه سال 1368 بر اثر سکته قلبی در سن 47 سالگی درگذشت. هایده در آرامگاه وست‌وود در لس آنجلس با حضور هزاران نفر از ایرانیان مقیم آمریکا به خاک سپرده شد. بیژن پاکزاد، طراح و تولید کننده سرشناس لباس‌های مردانه و عطر و اتکلون دورگه ایرانی و آمریکایی، متولد 15 فروردین ماه سال 1319 در تهران بود. ایشون در سال 52 به آمریکا مهاجرت کرد و در سال 1976 میلادی فروشگاه ویژه خودش رو با نام بیژن در بیورلی هیلز افتتاح کرد. جناب پاکزاد در 26 فروردین ماه سال 1390 در محل کارشون دچار سکته مغزی شدند و در سن 71 سالگی درگذشتند و در خاک آمریکا آرام گرفتند. خدیجه یا افتخار دده‌بالا که با نام هنری مهستی شناخته می‌شد، یکی دیگه از بهترین خواننده‌های زن خوش صدای ایرانی بود که در تاریخ 25 آبان ماه سال 1325 در تهران متولد شد. او خواهر کوچکتر هایده بود. استعداد خوانندگیش در نوجوانی توسط پرویز یاحقی کشف شد. متاسفانه در تاریخ 4 تیر ماه سال 86 در سن 60 سالگی به علت سرطان روده بزرگ از دنیا رفت و پیکرش در گورستان وست‌وود لس آنجلس در کنار خواهرش با حضور هزاران نفر از مردم و افراد مشهور ایرانی به خاک سپرده شد. غلام عباس قشقایی، زاده 1 شهریور ماه سال 1334 در استان فارس که با نام هنری جهان خواننده موسیقی سنتی و پاپ بود. برای کار حرفه‌ای موسیقی به آمریکا مهاجرت کرد. خواننده آهنگ زیبای شهر عشق متاسفانه در 22 فروردین ماه سال 89 بر اثر ایست قلبی در منزلشون در لس آنجلس در سن 54 سالگی درگذشت. آذر محبی تهرانی معروف به رامش از دیگر خواننده‌های خوش صدای ایرانی که متولد 22 آبان ماه سال 1325 در تهران بود. بهمن 57 ایشون ابتدا به لندن و سپس به لس آنجلس مهاجرت کردند و در 8 آذر ماه سال 99 به دلیل ایست قلبی در سن 74 سالگی درگذشتند. در آرامگاه فارسلان واقع در شهر لس آنجلس به خاک سپرده شدند. فریدون فرخزاد، شاعر، ترانه‌سرا، خواننده، تهیه کننده، کارگردان، مجری تلویزیونی و رادیویی و برادر فروغ فرخزاد که در 15 مهر ماه سال 1315 در تهران به دنیا آمد. فریدون شخصیتی چند وجهی و تاثیرگذار در عرصه هنر و فرهنگ ایران بود و صدای گرم و لحن دلنشینش
او را به یکی از چهره‌های محبوب موسیقی ایران تبدیل کرد. پیکر بیجان ایشون در 16 مرداد سال 71 توسط پلیس آلمان در صورتی کشف شده بود که بر اثر ضربات متعدد با چاقو به قتل رسیده بودند. پیکرشون در گورستانی در شهر بن آلمان خاک سپرده شد. ماهچهره خلیلی متولد 25 دی‌ماه سال 1355 در تهران، بازیگر زیبای ایرانی و نوه دختری خانم پروین سلیمانی عزیز و خواهرزاده مرحوم حسین فرهادپور آهنگساز بودند. ماهچهره خلیلی عزیز که به همراه همسر و پسر کوچیکش مشغول مداوای بیماری سرطان لوزالمعده در لندن بود، در 17 مرداد ماه سال 1399 درگذشت و پیکرشون با حضور خانواده و دوستانشون در آرامستان مسلمانان منطقه هندون واقع در شمال غرب لندن به خاک سپرده شد. جلال همتی، خواننده معروف ایرانی متولد 16 اردیبهشت ماه سال 1315 در کرمانشاه، خواننده آهنگ‌های پریوش، دختر همسایه و داش که مدتی از بیماری آلزایمر رنج می‌برد، در 1 مهر ماه سال 85 در سن 70 سالگی در بیمارستانی در لس آنجلس درگذشت و در شهر آلن در ایالت تگزاس به خاک سپرده شد. خدیجه اشرف السادات مرتضایی که با نام هنری مرضیه شناخته میشد، متولد 1/1 سال 1303 در تهران بود. وی در 26 مرداد ماه 73 از ایران خارج شد. بر اثر بیماری سرطان در سن 86 سالگی در پاریس از دنیا رفت. یکی از ترانه‌های معروف او رفتم که رفتم بود. شهرام کاشانی، معروف شهرامکی، خواننده پاپ ایرانی متولد 16 تیر ماه سال 1350 در تهران بود. اما در نوجوانی از ایران رفت و سالها در آمریکا به خوانندگی مشغول شد. خواننده آهنگ‌های معروفی مثل دختر بندری و نازی جون که مدت‌ها به بیماری کبد که ناشی از مصرف طولانی مدت مشروبات الکلی بود مبتلا شده بود، به دلیل ورم کبد در بیمارستانی در ترکیه بستری شد و در طی این دوره او به ویروس کرونا مبتلا شد و سرانجام در 6 مرداد 1400 در سن 50 سالگی در استانبول ترکیه درگذشت و 7 روز بعد در قبرستان ولیوکس کالیفرنیا به خاک سپرده شد. شهلا صافی ضمیر با نام هنری مرجان متولد 22 تیر ماه سال 1327 در تهران بود. خواننده آهنگ‌های همچون کبیر دل، سکه ماه و گم شده در 17 خرداد ماه سال 1399 بر اثر ایست قلبی در پی یک عمل جراحی در سن 72 سالگی درگذشت و در آرامگاهی در کالیفرنیا به خاک سپرده شد. ویگن دردریان، خواننده ارمنی و خوش صدا متولد 2 آذر ماه سال 1308 در همدان بود. خواننده آهنگ‌های زیبای زن زیبا، بارون بارونه و دل دیوانه در 4 آبان ماه سال 82 بر اثر بیماری سرطان پروستات در سن 73 سالگی در لس آنجلس درگذشتند و در آرامگاهی در کالیفرنیا به خاک سپرده شدند. طوفان متولد 25 آذر سال 1325 در آستاره گیلان بود. آهنگساز، نوازنده، خواننده مطرح ایرانی که چند سال پس از انقلاب 57 به خارج از کشور رفت، در 16 خرداد سال 91 بر اثر شرایط وخیم بیماریشون در سن 66 سالگی در لس آنجلس درگذشتند. ایشون در کنار ویگن و جهان به خاک سپرده شدند. فخری خورش، بازیگر نقش ملک جهان خانم در سریال تاریخی امیرکبیر که متولد 10 خرداد سال 1309 در کرمانشاه بودند، در سال 85 به آمریکا مهاجرت کردند و در سن 93 سالگی در لس آنجلس درگذشتند. فرامرز اصلانی، ترانه‌سرا، آهنگساز و خواننده خوش صدای آهنگ‌های همچون آهوی وحشی، یار، اگه یه روز که متولد 22 تیر ماه 1324 در تهران بود. بعد از انقلاب 57 به همراه خانواده‌اش ایران رو برای همیشه به مقصد آمریکا ترک کرد
و متاسفانه در 1 فروردین ماه 1403 در سن 78 سالگی بر اثر بیماری سرطان در مریلند آمریکا از دنیا رفت و پیکرش بنابر وصیتش سوزانده شد. فرهاد مهراد متولد 29 دی ماه سال 1322 در تهران، خواننده آهنگ‌های فوق‌العاده‌ای همچون مرد تنها، گنجشکک اشیمشی و جمعه که بیماری هپاتیت سی مبتلا بود، در 9 شهریور سال 81 در سن 59 سالگی درگذشت و در پاریس به خاک سپرده شد. سید منوچهر سخایی کاشانی زاده 6 مهر ماه 1310 در کاشان تنها 79 سال سن داشت که بر اثر سرطان خون در 8 اردیبهشت ماه سال 90 در کالیفرنیا درگذشت. ایشون خواننده، بازیگر سینما و برنامه‌ساز بسیار موفقی قبل از انقلاب بودند. علی تکمیلی نژاد که با نام هنری فرزین میشناسیمشون، متولد 1331 در آبادان بودند. متاسفانه در آبان ماه سال 78 در منزلشون درگذشتند. شون در هنگام فوت تنها 47 سال سن داشتند و در آرامستانی در شهر بن آلمان به خاک سپرده شدند. شاهرخ شاهید با نام هنری شاهرخ متولد 6 آذر ماه سال 28 در تهران، خواننده آهنگ‌های لوبت، غریبه و چقدر خوبی تو، در 12 آذر ماه سال 1402 به علت ابتلا به سرطان در 74 سالگی در لس آنجلس آمریکا درگذشت و همانجا به خاک سپرده شد. پرویز کاردان کارگردان و بازیگر متولد 7 آبان ماه 1316 در شیراز، سرکار استوار، خانه به دوش، مراد برقی و 7 دخترون از سریال های ساخته ایشون بودند. بعد از انقلاب با آمریکا مهاجرت کردند و در 20 خرداد ماه سال 1400 اثر سکته قلبی در 84 سالگی در لس آنجلس درگذشتند. عمادالدین رام خواننده، آهنگساز، ترانه‌سرا و نوازنده متولد سال 1309 در شهر ساری مازندران بود. عمادرام مدتی بعد از انقلاب 57 مجبور به ترک کشور شد و در 3 خرداد سال 82 در آلمان بر اثر بیماری سرطان درگذشت و در گورستان نوردفریدوف در شهر دوسلدورف آلمان به خاک سپرده شد. رضا بیک ایمانوردی هنرپیشه سینما و ورزشکار نامدار ایرانی ملقب به مرد هزارچهره سینما بود. در 22 شهریور ماه سال 82 در سن 67 سالگی به علت بیماری سرطان ریه در آمریکا درگذشت. لیلا کسری با نام هنری هدیه متولد 6 فروردین ماه سال 1318 در تهران، شاعر و ترانه‌سرای مطرح آهنگ‌های همچون قصه من، شب عشق، دل دیوونه هایده، در سال 56 پس از به دنیا آوردن فرزند سومش دچار سرطان سینه شد. 26 اردیبهشت ماه سال 68 در سن 50 سالگی در بیمارستانی در کالیفرنیا درگذشت. روح همگی این عزیزان شاد و یاد و خاطرشون گرامی. مرسی که تا پایان این ویدیو همراهمون بودین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.